سلام به شما عزیزان، اینجا چنل صدای درونه. توی این ویدیو میخوام در رابطه با یک نکته مهمی صحبت کنم. اونم اینه که خیلیا پرسیده بودن که اگر قانون جهان و رسیدن به خواسته ها این هستش که ما تمرکز کنیم روی اون خواسته و هم فرکانس بشیم روی اون خواسته، پس تکنیک رهایی چیه؟ بالاخره ما باید خواسته هامون رو رها کنیم و یا اینکه روشون تمرکز کنیم و بهشون برسیم. با من همراه باشید تا این موضوع رو به شکل کامل بهتون بگم. بیایم یک بار دیگه از اول اصول خلق رو با همدیگه مرور کنیم و این موضوع رو با همدیگه بیشتر درک کنیم. ببینید، اصول جهان ارتعاشه و ما هر چیزی که داریم با اون هم ارتعاش هستیم، در محدوده فرکانسی ما وجود داره و ما اون رو داریمش. حالا قراره که ما به خواسته هامون برسیم، در واقع قراره که ما هم ارتعاش بشیم با خواسته هایی که مد نظرمونه و بتونیم به اونها برسیم. یکی از اون چیزهایی که باعث میشه هم ارتعاش بشیم روی خواسته هامون تکنیک تمرکز کردنه. تمرکز کردن شامل تجسم میشه، شامل نوشتن میشه، عبارات تأکیدی میشه، روی اون موضوع تحقیق کردن میشه و دیدن فراوانی های اون میشه که همه این تایتل هایی که بهتون گفتم رو به شکل یک ویدیو مجزا توی چنل داریم و به شکل کامل توضیح دادیم. و از طرف دیگه گفتیم که باید رها کنیم تا اون خواسته به ما داده بشه. حالا اینجا دو بحث پیش میاد، یکی این که ما بالاخره باید تمرکز کنیم و یا این که ما باید رها کنیم. هم ارتعاش شدن با خواسته، با تجسم، با همه اون چیزهایی که گفتم باید باعث بشه حال شما خوب بشه، باید باعث بشه که شما از اون تجسمی که میکنید لذت ببرید. قبل از تجسم و بعد از تجسمتون رو حستون رو بسنجید. اگر احساستون خوب شده بدونید که دارید کارتون رو درست انجام میدید و بدونید که تجسم کردن یک خواسته از رسیدن اون خواسته به شکل واقعی توی زندگیتون لذت بخشتره. اینو کسایی تجربه کردن و درک میکنن که قبلا با تجسماتشون به یک چیزی رسیدن و الان میبینن که اون تجسمی که قبل از اون خواسته داشتن بیشتر بهشون حال میداد. پس ما زمانی تمرینات رو انجام میدیم، زمانی تمرکز میکنیم، زمانی تجسم میکنیم و مینویسیم که به ما حس خوبی بده. گاهی وقتا هستن آدم ها خیلی خیلی یک خواسته رو بهش نیاز پیدا میکنن. اون وقت چی کار میکنن؟ میان تقلا میکنن به صورت فیزیکی و حتی از قانون جذب به صورت تقلا استفاده میکنن. میان زور میزنن، احساس نیاز بهش پیدا میکنن، دوست دارن هرچه سریعتر به خواسته هاشون برسن. خب کسی که میاد با این دیدگاه تجسم میکنه، میاد مینویسه، میاد در واقع تمرینات دیگه ای رو انجام میده، در واقع داره بیشتر از خواستش دور میشه و مهمتر از اون داره فکر میکنه که داره نزدیک میشه به خواستش و بعد از یه مدتی که به اون خواسته نمیرسه میگه قانون جذب کار نمیکنه و قانون جذب رو میبره زیر سوال. به جای اینکه احساسات خودش رو ببره زیر سوال میاد قانون جذب رو میبره زیر سوال. پس ما وقتی که به یک چیزی حس نیاز پیدا میکنیم و تقلا و زور زدن و به زور خواستن اون چیز توی زندگیمون بیاد رو، این حس رو وقتی که داریم باید اینو رها کنیم. تکنیک رهایی یعنی تقلا نکردن، یعنی توکل کردن، یعنی اجازه دادن به سیستم و خداوند که من رو هدایت کنه، نه اینکه خودم با دانش محدودی که دارم میخوام به این خواسته ای که مد نظرم هست برسم. چون اگه من دانشی داشتم و میتونستم که تا الان رسیده بودم. باید بدونید که اون کسی که اون چیزی که میتونه ما رو
راهنمایی کنه، اون خواسته رو بهمون بده، سیستم و جهان هستی و خداونده. پس ما مفهوم توکل رو اینجا داریم وارد میکنیم. توکل یعنی چی؟ یعنی رها کردن و اجازه دادن به هدایت شدن. پس زمانی شما باید رها کنید که این حس رو داشته باشید و رها کنید. زمانی که تمرکزتون روی خواستتونه، میبینید که شما حس خیلی خوبی دارید. اصلا انگار همین الان اون خواسته توی زندگیتون هست. وقتی که قبل از رسیدن به خواسته فکر کنید که اون خواسته توی زندگیتون هست و بابت شکر گزار باشید، یعنی کارتون رو دارید درست انجام میدید، هم ارتعاش شدید با خواستتون و جهان مجبوره، چاره ای نداره و مجبوره، باز هم تأکید میکنم، مجبوره که خواسته های شما رو به زندگی شما بده، به خاطر اینکه راهی نداره، بیچاره است، بدون چاره است این جهان. چرا؟ چون که شما ارتعاشتون با اون خواسته یکی شده. ولی اگر که تقلا میکنید، اگر نیاز دارید به اون چیز، دقیقاً دارید به جهان میگید من این رو نمیخوام، دارید تضاد بیشتری ارسال میکنید. زمانی که تضاد بیشتری ارسال کنید، شما انرژیتون در واقع تقدیم میشه به سیستم. وقتی که انرژیتون تقدیم بشه به سیستم، سیستم از انرژی شما استفاده میکنه برای خلق خودش، برای بزرگ کردن سیستم خودش. جهان هر روز در حال گسترشه. از کجا باید این رو استفاده کنه و این انرژی رو بیاره؟ این انرژی رو فقط انسان‌ها دارن و انرژی انسانی موجب خلق میشه. پس این رو مجبور از ما آدم‌ها با تضادهایی که بهمون میده بگیره. انسانی که زرنگه نمیده به این راحتی انرژی خودشو به سیستم، میاد انرژی خودشو و سود خودشو با سیستم یکی میکنه، خواسته های خودش رو که داره بهشون پیشاپیش شکرگزاری میکنه و از تجسم اون خواسته ها لذت میبره و مطمئن بهشون میرسه. دقت کنید، شما مثلا یک مدادی دارید، یک دفتری دارید الان توی خونتون فرضاً، شما هیچ وقت نمیاد دفتر رو تجسم کنید. چرا؟ چون دارینش. اگر به همچین حسی به خواسته هاتون برسید، قطعاً به خواسته هایی که همین الان دارین میرسید و جهان مجبوره که اونها رو بهتون بده. پس یه جنبندی کوچیک میکنیم. زمانی که شما تقلا میکنید، باید اون رو رها کنید تا جهان هستی تضاد بیشتری بهش ندید از اون خواسته‌ای که دارید و مجبور بشه به شما بده. و زمانی باید تجسم کنید که حالتون خیلی خیلی خوب باشه و بتونید این تبدیل انرژی رو برای خواستتون انجام بدید. شما هر خواسته ای که دارین باید بهاش رو بپردازید. بهاش بهای وقت، بهای انرژی، بهای تمرکز کردن، بهای احساس خوب و هم ارتعاش شدن شما با خواسته هاتونه. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر سوالی داشتید توی کامنت ها بفرستید. حتما اگر این ویدیو براتون مفید بود، برای دوستاتون هم به اشتراک بذارید و نظر خودتون رو بنویسید. همیشه موفق باشید و هم ارتعاش با خواسته هاتون. اینجا چنل صدای درونه.